امروز سنه 16 دکبر پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان در مجلس یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان کشور ارائه گردید. در پیام سروری دولت اوید به دستاوردها و نتیجه برداری اوید به همه ساحه‌های خواجگیداری در سال 2025 قیدها گردیده اوید به رشد ساحه اجتماعی و اقتصادی در سال 2026 معین کرده شد. راهبری دولت جنبش سال 2025 را همچون سال دستاوردهای مهم ارزیابی نموده قید کردند که در این زمینه در سال آینده ما برای پیشواز 35 سالگی استقلالیت کشور باید بهتر سهمگذار باشیم. پیام نوبتی سروری دولت را کارمندان شعبه حفظ محیط زیست مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر دستجمعانه تماشا کرده قید کردند سروری دولت در هر پیام خود اوید به دستگیری حفظ محیط زیست توجه خاصه ظاهر می نمایند. این بود که پیشوای معظم ما پیام نوبتی را با موضوع حفظ محیط زیست آغاز کردند. این ما را وادار می کند که ما به تازگی و حفظ محیط زیست دقت مخصوص دهیم. پیام نوبتی سروری دولت را در کالج طبی شهر پنجکن دستجمعانه تماشا کرده وظیفه‌گذاری‌های سروری دولت را سرمشق کاری خود می‌حسابند. امروز ما کارمندان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکن یکجایی با دانشجویان جمع آمدیم تا از پیام امسالی پیشوای معظم ملت بهره برداریم. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان با یک احترام خاصه با یک غمخواری خاصه چون هر وقت انسان نیز درباره حیات مردم کشور رشد اقتصاد، معارف، فرهنگ و جوانان سخن گفتند. در پیام امساله‌شان نیز پیشوای ملت بیشتر به جوانان دقت جدی را دادند که البته این به ما جوانان بی تاثیر نماند. ما جوانان ما برای دانش آموختن و معلومات کسب نمودن دعوت نمودند. نسل جوان را پیشوا با این پیامش شاد کرد. در مرز قلبشان گلباغ‌ها بنیاد کرد. ما با پیام پیشوا یک جا همه سر داده ایم. از حق نمیتابیم رو ما ملتی آزاده ایم. یکی از اقدام‌های نجیب دیگری که پیشوای معظم ملت در پیام امساله‌شان ارائه نمودند این برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی میباشد که این البته باز هم از توجه خاصه پیشوای ملت و ما جوانان و اعتماد این نفر به ما جوانان درک می‌دهد. من شخصا خودم همچون یک شهروند آزاد این کشور پس از تماشای پیام پیشوای ملت حس وطن دوستی نسبت وطنم بیشتر پیدا نمودم و مسئولیت خویش را درک نمودم که از این پس باید چی کار را اجرا نمایم و همان لحظه که این اقدام از جانب پیشوای معظم ملت ارائه گردید در دلم یک حس بیدار گردید و خواستم خودم نیز در همین آزمون در سال 2026 اشتراک ورزم و کوشش می نمایم که یک تیاری جدی نمایم هم برای اشتراک در آزمون و هم برای بهره‌ور گردیدن از تاریخ و فرهنگ گذشته ما. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت ای پیشوای ملت ای قهرمان ملت گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. در هر پیام خود سروری دولت اوید به دستگیری‌های پیوسته به ساحه تندرستی و تامین نمودن این ساحه با تجهیزات‌های زمانه‌ای قیدها می‌نماید. از این رو کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر و تولدخانه پیام سروری دولت را دستجمعانه تماشا کرده و وظیفه‌گذاری‌ها را سرمشق کاری خود می‌نمایند.